بیار بذار رو سرت. اللهم کن الحجة ابن کی به سوز آه نشینم به راه تو، تا کی به سوز آه نشینم به راه تو. عالم فدای گوشه چشم سیاه تو. روز ناله زدنه ها. امروز هر کی مدینه است بغض داره خفش میکنه. صبح زنگ زده میگه آی دلم میخواست الان بچه ها بودن گریه میکردن، نمیذارن داد بزنیم اینجا، ولی تو راحت باشه. تا کی به سوز آه نشینم به راه تو. بگو تا کی خیالم راحت کن آقا. دلم دیگه به حال دلم میسوزه، هی وعده میدم امروز، فردا، فاطمیه اول، دوم، محرم، سفر. تا کی به سوز آه نشینم به راه تو. عالم فدای گوشه چشم جانم. خیلی سرحالی ماشاءالله. آقام بنشستم به راه تو. ای معدن کرم، تا که فتد به روی سیاهم نگاه تو. یه نگاه کنی بسه. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر. میذاری بگم یا نه؟ امروز تو باید خوننده بشی یا من با تو گریه کنم؟ و جئنا به بضاعت مزجات بتصدق علینا. آقا جان
حرفای اضافی رو رها کنیم. دانم به یاد اینی که هستی شک ندارم، اینی که زودتر از من اومدی شک ندارم. یه چیز دیگه بگم، اینی که اصلا این پرچما رو تو زدی شک ندارم، اینی که اینجا رو تو آب و جارو زدی گریه کنای مادرت بیان. مگه غیر این حساب عزا چی کار میکنه دیگه؟ اینی که الان وایسادی دم در میگی دیدید بی مادر شده. اینا رو که میدونم، اما اینی که الان منو مثل اسفند رو آتیش داره بالا و پایین میبره، این یکیه. اینا رو که میدونستم. چی شد که الان اول بسم الله دارم آتیش میگیرم و میرم جلو؟ میدونید چرا؟ دانم به یاد مادر خود آه میکشی. این آهه که دل تو رو اینجوری کرده. یه آقای هی میگه آخ 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 آخ. دانم به یاد مادر خود آه میکشی. کون و مکان فدای تو و سوز آه تو آقا جان. من مرده این زمزمه تو هم به خدا. آقا جان در پیشگاه باب غریبت علی زدن. نه چی دارم میگم، اول جلسه نذار اینجوری شروع کنم. آقا یه سوال دارم. اول جلسه اگه امام زمان شد اول مجلس نام تو اومد به لبم، به خاطر همین یه بیت آقا جان مهدی بیاب، مهدی بیاب، مهدی بیا به مادر پهلو شکسته گو. میگه ها مهدی بیا به مادر پهلو شکسته گو. مادر مگر چه بود به عالم گناه تو؟ مادر